ببین چی گذشته تو این انتظار. این که صدا و سیمای جمهوری اسلامی بعد از 34 سال قرتی بازی و گوشت نشنید آقا اون روز تو مشهد فرمود مگه ملت ایران از خون شهداش میگذره؟ حاج آقا که به دلیل کهولت سن در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شده بود، ایالت‌های پس از عمل جراحی آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران به صحنه. ما هدفمون از اول انقلاب این بوده. خدای تو انقلابه مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرم. ما این داریم خرابکاری میکنه. بهتون بگم اگه یه نفر داره توی مملکت خرابکاری میکنه من و شما این داریم رأی میدیم. ماهاییم از کره مریخ نیومدن. ماهاییم که بر مبنای قوم و قبیله میایم رأی میدیم. ماهاییم که یه نفر میاد راحت شناسنامه میخره میایم رأی میدیم. نیست اینجور چیزا؟ میخواد چشامونو ببندیم بگیم نیست؟ چطور میخوایم جواب امام زمان بدیم؟ ماهاییم، خود ماهاییم. ما داریم به گن میکشیم مملکتمونو و فکر میکنیم مملکت خودمونه. غلط کردیم اینجوری فکر میکنیم. این مملکت اون 200-300 هزار تا شهیدی که رفتن خون دادن، اسم تک تک این خیابونا رو نگاه میکنیم این اسم شهیده. یه جوون رفته پرپر شده که یه عده بیان به خاطر منافع مالی خودشون این کارو بکنن. چه فرقی است بین چون این کسی و عمر سعد که سر امام حسین رو فروخت به خاطر گندمای ری؟ اینم داره امام زمانش رو میفروشه برای فلان پست، برای فلان مقام. فکر کردی به کدام آتش جهنم ما رو میسوزونن ها؟ فکر کردی جهنم و اینجور چیزا که میگم مال بقیه است برای من تو نیست؟ از زبیر گنده ترین ما زال از زبیر کان رجلا من اهل البیت. چیزی نمونده بود زبیر از یکی از ما اهل بیت بشه. امام علی میفرماد همین زبیر جهنمی شد. همین زبیر ما این خودمونیم. اگر جمهوری اسلامی این میراث خون 200-300 هزار تا شهید به سان سفره‌ای پنداشته بشه که نشستی دورش هر کسی داره یه تیکشو میکنه تو هم بکن، همه دارن میدزدن تو هم بدزد، همه رشوه میگیرن تو هم بگیر، همه رشوه میدن تو هم بده، شما هم فرق نمی کنید با آن 30,000 نفری که اومدن امام حسین رو بکشن. من به شما میگم بعضی از کسایی که اومده بودن امام حسین رو بکشن فقط به اینا 3 درهم پول داده بودن. فقط به اینا. بعضی از اینها بودن فقط جو اسبشون رو از کوفه تا کربلا داده بودن. گفتن بیاید اینجا بقیهش با خودتون دیگه، بقیهش با خودتون بگردید یه غنیمت پیدا بکنید. ما فقط پول بنزین ماشینتون رو میدیم ها، پول جوی اسبتون میدیم. این بود که از هیچی نمیگذشتن، این بود که فرصت نمیدادن انگشتر رو در بیارن. ابا عبدالله حسین فرمود ملأت بطونکم من مال الحرام، شکماتون هم مال حرام پر شده، میخواد منو حسین رو بکشید. چرا نمیترسیم از مال حرام؟ چرا اینقدر راحت بیت المال تو زندگیمون میاریم؟ چرا اینقدر راحت قسم میخوریم موقع معاملاتمون؟ ما اهل کوفه نیستیم ولی تنها بمونن. خودتو جمع کن، خودتو جمع کن. کجای کاری؟ خودمونو درست چیکار کنیم؟ خودمونو درست کنیم. چیکار کنیم؟ از خودت شروع کن. خودت افکار خودتو درست کن. امام زمان ناظر و حاضر ببین در رفتار این مملکت. این آرمان‌های بزرگی به قرآن است. به بد آتشی خواهیم سوخت. ما تا چند قدمی ظهور آمده ایم. ما دشمنم تمام سعیش گذاشته رو ما. اینا جیگر حمله نظامی ما رو نداره. من به شما میگم تو این قد و قواره نیستن اصلا. شک نکنید. شیشه عمر قولشون اسرائیل دست ما، با خاک یکسانش میکنه. اونا برنامه بشن رو خود ما. یه هر انتخابی میشه بعد 4 ستون مردم بلرزه، باز میخوان چی بشه، باز میخوان بریزن تو خیابون، باز میخوان اینجوری بشه، باز میخواد به اون چیزی رو. آقا بیا کارتون رو بکنید. لامصبا چیکار دارید میکنید؟ تعارف بر اینجور چیزا ما با کسی نداریم. اینجا شیعه خانه امام زمانه.